اخیر تبلیغات سرشاخه‌های شرکتی خارجی به نام لاکسون باعث فریب افراد و جذب سرمایه‌های تعداد زیادی از خانواده‌های ایلامی شد. از ماهیت این شرکت بفرمایید و اینکه آیا اقدامی در بحث پیگیری قضایی و یا دستگیری سرشاخه‌ها صورت گرفته؟ بله، الان ما صدای شما رو داریم آقای بخشنده. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمام همکاران محترمتون، همچنین مردم عزیز استانمون و تبریک هفته وحدت و همچنین ولادت امام جعفر صادق و ولادت پیامبر اعظم صلوات الله علیه. خب همطوری که استحضار دارید این شرکت متاسفانه شرکتایی هستن که مرکزشون در خارج از کشور است و شرکت‌های قانونی هم نیستن. متاسفانه ما علیرغم هشدارهایی که دادیم توجه نشد و اکثر افرادی که گرفتار این شرکت شدن و سرمایهشون از بین رفته به نوعی اطلاع داشتن، چون موضوع بود که مشخص بود با این سودایی که میداد در جهت فریب اشخاص بود. همونطوری که استحضار دارید تمام افرادی که چه مال باخته چه کسانی که پول به دست آوردن خودشون در این جرم شریکن، یعنی این کار رو انجام دادن. منتها ما با توجه وظایف ذاتی که داشتیم پرونده قضایی تشکیل شد در شعبه سوم بازپرسی قریب 1 ماهی است. از ضابطین و دوستان انتظامی و همچنین سربازان گمنام امام زمان دستوراتی صادر شد، سرشاخه‌ها شناسایی شدن و تا حدودی دستور دادیم که اعمال اینا شناسایی بشه. اقداماتی هم اقدامات قضایی که نیاز باشه انجام دادیم. منتها همونطوری که استحضار دارید با توجه به قانون و قانونی بودن این موضوع بعد از مدتی ما اینو بررسی‌هایی که انجام دادیم خب جرم اینا محرز بود. تمام افرادی که شرکت کردن هم به نوعی خودشون در این جرم دخیل بودن، یعنی نمیشه بگیم اینا به قولی شاکیان یا ندونستن، چون همه اطلاع داشتن و به استناد بند ذ ماده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قانونگذار مجازات سختی رو در نظر گرفته، چنانچه افرادی به قصد مقابله با نظام این کار رو انجام بدهند مجازات اینا اعدامه و کسایی که سرشاخه بودن چون تو فضای مجازی تبلیغ کردن، متأسفانه من دیدم تبلیغاتی انجام دادن، نمیدونم آیفون 14 سکه طلا چی به اینا برای جذب افراد بوده که اینا سرشاخه بودن. مجازات اینا از 5 سال تا 20 سال است، ضبط کلی اموالی که به دست آوردن و جزای نقدی است و چنانچه عمده نباشد افراد عادی باشن، چون اینا اومدن سرشاخه بودن و چنانچه نیروی جذب کنن سود بیشتری گیرشون می اومده. به همین دلیل من میگم اینا خودشون مجرم بودن تو این موضوع، چون اطلاع داشتن، دادستانی اطلاع رسانی کرده، پلیس فتا اطلاع رسانی کرده. منتها این مانع مسئولیت ما نیست. ما همطوری گفتیم پرونده تشکیل داریم، سرشاخه‌ها شناسایی شدن و دستورات لازم صادر شده و انشالله که بتونیم اقداماتی که باید دستگاه قضایی انجام بده صورت بگیره و اقدامات پیشگیرانه رو هم انجام دادیم. هم که اطلاع رسانی شد قطعا یه اقدام پیشگیرانه بود. متأسفانه خودشون اینا به وسوسه به دست آوردن سودهای بیشتر گرفتار شدن که ما هیچ موضوعی نمیپذیریم. افرادی که خودشون در این دام گرفتار شدن بازم تأکید میکنم خودشون هم در این جرم شرکت داشتن. منتها فریب خوردن ما سرشاخه ها را قطعا شناسایی کردیم، اموالشون هم شناسایی کردیم و اقدامات قضایی و اقدامات بله متشکرم. در بحث میزان سرمایه گذاری که در این شرکت ها انجام شده یا تعداد افرادی که به نوعی تحت تاثیر این شرکت هرمی قرار گرفتند هم توضیح بفرمایید که آماری در دست هست یا نه؟ ببین واقعیتش آمار دقیقی در دست نیست، چون همه شاکی نشدن. اینا بگیم ما شاکی شدن اومدن به ما گفتن که شکایتی داشتن. واقعیتش آمار دقیقی در دست نیست، ولی افرادی که حدسی ما میگیم گرفتار شدن بیش از 40,000 نفرن. خب دیگه آمار اموالشون مستلزمش اینه. بله بفرمایید که با توجه به اشرافی که به وسیله برخی دستگاه‌ها وجود داره چرا از ابتدا از فعالیت این گونه شرکت‌ها جلوگیری نمیشه؟ ببینید شرکت‌ها مرکزشون در خارج از کشوره، ما نمیتونیم این موضوع انجام بدیم چون مرکز در خارج از کشوره و افرادی که
دخیل بودن در این موضوع شناسایی شدن، احضار شدن، تذکر لازم داده شده بود. منتها همه میگفتن این شرکت خوبیه، پول و سر مواد خودش میده و طبیعی بود اکثرا شرکت